تغییر عجیب چهره آریانا سعید که اصلا باورتان نخواهد شد. آریانا سعید چرا باری دیگر صورتش را جراحی کرده است؟ نشر تازه ترین تصاویر آریانا سعید توسط خواهرزاده هایش افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی آریانا سعید در کشور ترکیه. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید هنرمند خوب کشور، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان که وی شهرت و محبوبیت خاصی در میان مردم افغانستان داشته است. آریانا سعید عاشقانه به هنر موسیقیش پرداخته است. وی از سن نوجوانی دوست داشت هنرمند شود، اما با مخالفت‌های خانواده و نامزد اولش برمیخورد. بعد از آن که آریانا سعید از نامزد اولش جدا شد، کاملا به هنر موسیقیش به طور مسلکی پرداخت که به یکبارگی آریانا سعید شهرت و محبوبیت بسزایی پیدا کرده است. آریانا سعید به اوج شهرت این روزها رسیده است و کنسرت‌هایی برای دوستداران و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان برگزار می‌کند. عاشقانه به کارهای هنر موسیقیش پرداخته است. آریانا سعید یک مدت طولانی میشد که دیگر به کارهای هنریش نپرداخت، حتی کنسرتی هم برگزار نکرد. یگانه دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی تغییر چهره‌اش بوده است. این روزا تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی از جریان عملیات صورتش نشر می شود که وی چهره‌اش را کاملا مردم چینایی ساخته است. اما جالب اینجاست آریانا سعید چرا همیشه در حال تغییر صورتش است. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. هم آرزوی موفقیت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از بانو آریانا سعید خواهیم بود. شما هم برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به لای منان سپرده موفق کامیاب باشید.